ببین این دو تا جارو هم جفتشون مال شرکت فکره، ولی اینا مدل اوکی او هم جدیدترین مدلاییه که آلمان داره تولید میکنه. سیستمای اوکی او ما دو نوع اوکی او داریم. سیستمای اوکی او کم مصرفتر و پرقدرت‌ترن. الان این جارو 2000 وات، در حالی که این جارو 750 وات، این جارو هم 700 وات. باید قاعدتا اینا 3 برابر این مدل‌ها قوی‌تر باشن، در حالی که اینجوری نیست. ببینیم من جفتش رو روشن میکنم. این یکی من میذارم ته قدرتش، این یکی هم میذارم رو 200 الی 300 وات، یعنی آخر قدرتش نیست. فقط نگاه کنید این ته قدرتشه، این 200 الی 300 وات. از سنگه پیشتم اینو نگاه کنید، مال اینه، اینم سریع این یکیه. این مثلا در حالی که تو این واقعا کشیدنش خیلی سخته و خیلی هم قدرت فوق‌العاده ای داره. برای دیگه نگاه، این 200 واته، اینم آخر قدرتش. حالا من اینو کم میکنم، صداش هم فوق‌العاده پایینه، یعنی هم از لحاظ صدایی دستگاه صدای موتور دیگه نداره، ما چیزی به اسم صدای موتور نداره. ولی این مدل هم اوکی اوه. نگاه کنین